من شهروند همدان هستم، ساکن شهری دوشنبه. سال 2014 برای بحثی خانه با ادوکات یوروف مراجعت کردم و با 1000 سومون دو اوردر برای مرافعه سودی شرطنامه بستم. لیکن این مردی مکار سومورا با اوردر گرفته یگان کرد در مرافعه سودی اشتراک نکرد. مولدها گذشته رفت. من مجبور شدم که بالش عرضه نویسم، لیکن این عرضه نویسنده بسیاری آنها قریب نفره آنها 25-26 تا میرسه. یکی از ها من بودم. سوما گرفته برای خدمت کردن برای من خیانت کرد و بسیار آدمی ناپاک بوده، قلب بوده. غیر من دیگر آدم را هم فریب کرده با مقصدی خود رسیده ای پولی مردم عیش و معیشت کرده رفته همیشه رفتار داشته است. انا در این روز از سبب ناخوشی و اهمیتی کاری خودش به ضرر من همین مرافعه حل شد که من هم معنوی هم وای ضرر دیدم. همین کار رفتاری همین ضرر دیدم. چه بود است که این آدم به خلق خودش خیانت کرده است، پول آدم را گرفته خورده، کار اجرا نکرده است. و یکی از کارهای جنایتی این مردک به 7 اوردر در یک روز که در نوحه شهر کانیبادان، خوجند، ریگر در خودی شهر اوردر که در یک روز همین مرافعه اشتراک کردن. این فیزیکی ممکن نیست. یک مرافعه اوردر یک کار کردن که یک روزه اجرا کردن نمیشد که این 7-8 اوردر در یک روز در حجت ها برآمدین. این قلابی نیست. برای چی این سازمان های خارجی نامزدی یوروف بزرگمهر رو نامزد کردن با جایزه خود به سنجش همه آدم رو پیشنهاد کردن که این گناهکاری بسیار آدم رو فریب کرده است، پول آدم رو خورده، کاری گفتگیش نکرده است. من خواهش میکنم که این قلابی دوز رو حتما همه کردارش رو دیده سنجیده بعد خلاصه برارند.